تمساح به دنبال طعمه است، اما حمله نمی کند مگر اینکه احساس گرسنگی کند. فقط برای نیازهای واقعیتون تلاش کنید. با سلام خدمت شما. تمساح‌ها به عنوان یک خانواده از خزندگان بخشی از خانواده بزرگتری به نام کروکودیل اومورفا هستند که برای نخستین بار در دوره مزوزوئیک حدود 240 میلیون سال پیش به وجود آمدند. این خانواده شامل تمساح‌های حال حاضر و همچنین انواع متنوعی از خزندگان مرتبط با تمساح در گذشته است. تمساح از یک گروه خزندگان به نام آرکسورس به وجود آمدند که شامل دایناسورها و پرندگان نیز می شود. این گروه در دوران پریم حدود 300 میلیون سال پیش شکل گرفت و در دوره تریاسیک حدود 250 تا 200 میلیون سال پیش پیشرفت کرد. یکی از نخستین تمساح‌های شناخته شده پروتوسوکس نام داشت و حدود 210 میلیون سال پیش در دوره تریاسیک دیر هنگام به وجود آمدند. این موجودات ابتدایی اندازه کوچکی داشتند، حدود 1 متر طول و احتمالاً بیشتر در خشکی زندگی می‌کردند. نسبت به تمساح‌های امروزی که بیشتر در آب زندگی می‌کنند، تمساح‌های مدرن حدود 85 میلیون سال پیش در دوره کورتاسه به وجود آمدند. این گروه شامل تمساح‌های نیل، تمساح‌های سالت واتر، گاوماهی‌ها و آلیگاتورها است. در طول تکامل خود تمساح‌ها توانستند به فرآیندی به نام تکامل متقابل یا کوی ایولوشن پاسخ دهند که در آن ویژگی‌های آنها بر اثر رقابت با سایر گونه مانند دایناسورها یا تغییرات در محیط زیست تکامل یافت. به عنوان مثال تمساح‌ها توانایی شنا و شکار در آب را به دست آوردند که به آنها اجازه میداد با دایناسورهای بزرگتر رقابت کنند. بنابراین تمساح‌ها از خزندگان اولیه به نام آرکسورس تکامل یافتند. با توجه به شواهد و مطالعات انجام شده، مهمترین قسمت‌های بدن تمساح‌ها که طی میلیون‌ها سال دچار تغییرات و تکامل قابل توجهی شدند، عبارتند از دهان و فک. دهان و فک تمساح‌ها طی فرآیند تکامل بسیار بزرگتر، پهن‌تر و قوی‌تر شده است. این امر به آنها کمک کرده تا طعمه‌های بزرگتری را شکار کنند. دندانهای تمساح‌ها نیز در طول زمان تغییر کردند. آنها دندانهای بزرگتر و تیزتری پیدا کردند که برای گرفتن و نگه داشتن طعمه مناسب است. 3. پاها و دم. پاها و دم تمساح‌ها نیز قوی‌تر شده‌اند تا بتوانند به سرعت و قدرت بیشتری شنا کنند. 4. چشم‌ها و مغز. چشم‌ها و مغز تمساح‌ها نیز رشد کردند تا توانایی شکار و زندگی در محیط‌های مختلف را داشته باشند. پوست و پوشش بدن. پوست ضخیم و زره مانند تمساح‌ها نیز حاصل تکامل است تا آنها را در برابر خطرات محافظت کند. بنابراین میتوان گفت که تمساح‌ها توانستند طی میلیون‌ها سال با محیط سازگار شوند و ویژگی‌های جسمانی مناسبی را فرگشت دهند. اگر که براتون جالبه که بدونید دهان، فک و دندان تمساح چه مدت طول کشیده که با حالت امروزی در بیاید و همچنین دندانهای خزندگان اولیه چگونه بودند و این خزندگان اولیه از چی تغذیه می‌کردند، این قسمت ویدیو را از دست ندید. بگذارید اول از دهان و فک تمساح شروع کنم. با توجه به شواهد و یافته‌های دیرینه‌شناسی و زیست‌شناسی تکاملی، تکامل و شکلگیری دهان و فک امروزی تمساح‌ها فرآیندی بسیار طولانی بوده است. تمساح‌ها از گروهی خزندگان ماقبل تاریخ به نام آرچسور فرگشت یافتند که حدود 245 میلیون سال پیش زندگی می‌کردند. این موجودات اولیه دارای دهان و دندان‌های کوچکتری بودند. سپس طی فرآیند تدریجی و طولانی فرگشت و بروز جهش‌های ژنتیکی، دهان و فک تمساح‌ها تغییر کرده و بزرگتر و قوی‌تر شده تا اینکه در حدود 50 تا 80 میلیون سال پیش به شکل امروزی درآمد. در این مسیر طولانی تمساح‌ها انواع مختلفی داشتند که برخی منقرض شده و برخی تکامل یافتند. تغییر شرایط زیست محیطی، رقابت و شکار از عوامل اصلی تکامل دهان و فک قوی آنها بوده.
تکامل دندان تمساح‌ها یکی از موضوعات جذاب در بیولوژی است. سیستم دندانپزشکی آنها به گونه‌ای فرگشت یافته که می‌توانند دندانهای خود را در طول زندگی بارها و بارها جایگزین کنند. تمساح‌ها جزء خزندگان هستند، یک گروه که بیش از 300 میلیون سال پیش در دوران پالئوزوئیک تکامل یافت. اولین خزندگان دندانی داشتند که به طور کلی برای گزیدن و خرد کردن غذای گیاهی تکامل یافته بود. اما به مرور زمان برخی از آنها شکارچی شدند و دندانهای تیز و قوی توسعه دادند که مناسب گرفتن و نگه داشتن شکار بود. دندان تمساح‌ها به گونه‌ای تکامل یافتند که در قفسه‌های دندانی قرار دارند. هر دندان در یک دندانخانه قرار دارد، یک ساختار استخوانی که دندان را در جای خود نگه می‌دارد و در عین حال فضایی را برای رشد دندان‌های جدید فراهم می‌کند. تمساح‌ها یکی از چند گروه خزندگان هستند که دندان‌زدایی یا دندان‌زدایی پیوسته را باقی می‌گذارند که به آنها امکان می‌دهد دندان‌های خود را در طول عمر چندین بار جایگزین کنند. این پروسه در پاسخ به فرسایش و شکستگی‌های دندان رخ می‌دهد. دندان‌های تمساح از ماده سخت به نام دنتین ساخته شده‌اند که از لایه‌ای از ماده‌ای به نام آنامل، ماده‌ای بسیار سخت و براق که بیشتر دندانها را پوشانده‌اند. این کمبود آنامل در نوک دندانها، جایی که بیشتر فشار روی دندان متمرکز است، میتوان به دندان کمک کند تا شکار را بهتر بگیرد و نگه دارد. امیدوارم این ویدیو برای شما مفید واقع شده باشد. با تشکر از نگاه زیبای شما.